سلام دوستان، خسته نباشید. با یه برنامه دیگه در خدمتتون هستم. بلافاصله میریم واسه آموزش برنامه. لینک رو توی کامنت اول براتون گذاشتم. روش ضربه میزنید وارد همچین صفحه میشید. کانتینیو، بازم کانتینیو. روی گزینه اول کریت اکانت ضربه میزنید. دومی رو نمیزنید. دومی به خاطر اینه که شما مثلا قبلا این اکانت رو داشتید، حالا به هر دلیلی از بین رفته و از طریق رمزش میخواید بازیابی کنید. پس روی گزینه اول میزنید، وارد همچین صفحه میشیم. حواستون باشه دوستان، این گزینه و این گزینه رو حتما یه جا یادداشت کنید یا کپی کنید که از بین نره، که اگر اکانتتون از بین رفت به هر دلیلی با اینا بتونید بازیابیش کنید. و حالا من خودم یه اسکرین شات میگیرم که داشته باشم. خب روی این گزینه، روی این تیک ضربه میزنیم، نکس رو میزنیم، یه رمزی رو واسش میذاریم، حالا 1 2 3 4 5 6. یه تکرار رمز عبور هم میدیم، وارد برنامه میشیم. خب وارد این قسمت میشیم، روی ترن آن ضربه میزنیم. همین اول که ضربه بزنیم شروع میکنه از انرژی حالا کم شدن به طور درصدی و 150 تا به همون توکن WN میده، یا همون توکن واچر نوت. روی تیک هم ضربه میزنیم و حالا قسمت های مختلفی داره این برنامه. دوستان من پیگیر این برنامه هستم که به محض اینکه برای لیست شدن آماده شد و حالا اگر آپدیتی بود یا تسک جدیدی بود بهتون توضیح بدم. این قسمت برای دعوت کردن دوستاتونه، اینوایت فرند، و میتونید دوستاتون رو دعوت کنید. حالا یه سری تسک داره این گزینه. حالا روی تسک که ضربه بزنیم اینجا یه سری تسک داره، میتونید تسکاش انجام بدید، خودتون مشغول بشید و حالا با برنامه یه مقدار کار کنید متوجه میشید. مثلا الان توی همین قسمت سوشیال، قسمت اولش گفته آقا ایمیلتو تایید کن، توی عضو سرور دیسکوردش بشو، اینستاگرامشو فالو کن، فالو مدیومش، جوین تلگرامش، فالو ایکسش و حالا سابسکرایب یوتیوبش. خودتون میتونید این قسمت ها رو برید و انجام بدید. توی قسمت پروفایلش هم که حالا یه سری قسمت ها داره خودش که حالا اوتو بکاپی که میرید تنظیمات میکنید واسه بکاپش. توی تنظیمات سیتینگش هستش که میتونید اکانتتون رو اسمش رو تغییر بدید. اون رمز اولیه که بهتون گفتم میتونید تغییر بدید و حالا واسه اکانتتون یه نام بذارید. اما قسمت اصلی که ما باش کار داریم این قسمته که الان هم داره 22 ساعت دیگه شما میتونید، مثلا 22 دقیقه دیگه این شارژ میشه و میتونید بیاید و روش ضربه بزنید و دوباره این توکن ها دریافت کنید. این قسمت هم که لیدر بوردشه، رتبه بندی هاست. و میگم خودم زیاد حالا توی برنامه زیاد نچرخیدم، به محض اینکه اطلاعات بیشتری اومد و تاریخ لیستش اومد حتما براتون میذارم و شما میتونید که استفاده کنید. حالا این قسمت هم بهتون گفتم که اینوایت فرند، میتونید دوستاتون رو دعوت کنید و حالا به اشتراک بذارید واسهشون این برنامه رو. چیز دیگه این نمیمونه بگه. آپدیت جدیدی اگر بیاد حتما در جریانتون میذارم. خیلی خوشحال شدم که چند دقیقه هم با ما بودید و امیدوارم که استفاده کرده باشید. منتظر آپدیت های این برنامه باشید که من خبرتون میکنم. روزتون خوش.